سلام، امیدوارم که جور و صحتمند باشید. در این ویدیو برایتان طریقه عکس گرفتن از دستخطتان را آموزش میدم. تا آخر ویدیو با ما باشید. خب همان طوری که در تصویر میبینید در اینجا از نور مصنوعی استفاده میکنیم و نور را به زاویه افقی میگذاریم. خیلی ها نور را عمودی میگذارند که اشتباه است. خب حالا سوال پیش میاد که چرا نور را به زاویه افقی تنظیم کنیم؟ دلیلش این است که ورق بافت خاصی داره. ورق یعنی بعضی فرو رفتگی و برآمدگی داره و زمانی که ما نور را به زاویه افقی بگذاریم باعث می شود که همین برآمدگی ها و فرو رفتگی ها به اصطلاح ما مردم همین چرچقوری ها برجسته و واضح شود که گرچند بدون نور مصنوعی هم می شود دید، اما این قسمی واضح تر میتونیم که ببینیم. خب با این شرایط یک عکس میگیریم و وارد برایشگر موبایل میشویم و اینجا عکس را درست میکنیم. خب در این قسمت فیلترها رنگ عکسمان را و وضوح تا چقدر واضح باشد و اینجا هم اشباع که تا 30 بالای 30 تنظیم میکنیم و حالا نتیجه رو ببینید شما به این شکل خیلی واضح و زیبا و روشن دیگه با همین موبایل. خب حالا شاید بعضی ها بگوید که موبایل من فرق میکند، شاید چیزایی که قابلیت های موبایل ما داره شما نداشته باشه یا فرق داشته باشه. خب اینجا من این عکس را مکمل با برنامه اینشات ادیت میکنم، ببینید به این شکل.